از کودکی تا الان هر چی هدف گذاری کردم و بهش رسیدم، بعد از اینکه بهش رسیدم خیلی ازش لذتی نبود و همیشه این مسئله برام بود که علتش چیه؟ چرا ما علیرغم اینکه برای رسیدن به هدفمون قبول داریم که باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم، پدرمون در بیاد، ولی وقتی که میرسیم خیلی لذت نمیبریم؟ برای اینکه اصل داستان زندگی اون هدفه نیست، اصلا هدفی نیست، اون مسیر است که تو باید طیش بکنی و توی این مسیری که ما همیشه داریم گام برمی‌داریم برای موفقیت، تنها دغدغه‌مون نگاه کردن به جلو و دیدن که چقدر دیگه مسافت مونده که برسم، یا دیدن به عقبه که چقدر راه اومدم و این منو اذیت میکنه. یعنی تو این مسیر علت این که ما وقتی به هدف میرسیم لذت نمیبریم اینه که فقط حواسمون به اون، اگر به سمت راست